فرزند من آرام باش، این آخر کار است. اینها صدای زوزه های یک سگ هار است. کودک کشی جز از شیاطین بر نمی آید. این کار تنها کار اسرائیل خونخوار است. این جنگ جنگ شیرها با خیل کفتار است. چشم انتظار انتقام سخت ما باشی. این قول یک مرد است، این پیغام سردار است. میدان ما شهر تل‌آویو است، تهران نیست. شمشیر بعد از این به دستان علمدار است. سید علی با ذوالفقار جدش آماده است. تاریخ خیبر باز هم در حال تکرار است. هر یا علی ابن ابی طالب که میگوییم یعنی زمان حمله است. آژیر و هشدار است. در کوچه های شهر شور زندگی جاری است. خورشید در حال گذشتن از چمنزار است. اینجا کسی از بمب از موشک نمی ترسد. دلهای مردم از امید و عشق سرشار است. خون سلامی ها و حاجی زاده های ما در لحظه های سخت ایران را مددکار است. از وعده های صادق ما مرگ میبارد. از چهره های نحسشان وحشت پدیدار است. در ذات دشمنهای ما غیر از حماقت نیست. در باطلاق جهل خود دشمن گرفتار است. این حجم از ویرانی و این وسعت از وحشت آه هزاران کودک در زیر آوار است. هر کس وطن را می فروشد محو خواهد شد. نامرد از این دست در تاریخ بسیار است. ایرانیان یک خانواده زیر یک سقفند. این همدلی این عشق خار چشم کفار است. این همدلی این عشق خار چشم کفار است.